در فرودگاه شهر سورگوت روسی یک کارمندان گمرک 2 نفر را هنگام کوشش انتقال مبلغ‌های بزرگ پول نقد دستگیر کردند. خدمات مطبوعات باجخانه تیومن خبر داد که از جمله یک شهروند تاجیکستان که با خط سیر سورگوت تاشکند پرواز میکرد میخواست با خود در بغاجش 1.6 میلیون روبل را ببرد. این مسافر را هنگام از راهرو سبز گذشتن منع کردند. از روسیه و اتحاد اقتصادی اوراسیا بدون اعلامیه گمرکی برآوردن مبلغ بیش از $10,000 ممکن نیست. به این دلیل مبلغ برابر $10,000 را با قرب رسمی حساب کرده به این شهروند تاجیکستان برگردانیدند و پولهای باقی مانده او را که نزدیک 1 میلیون روبل، دقیق ترش 999,626 روبل را تشکیل میداد، تا زمان بررسی قضیهش در دادگاه مصادره کرده شده است. همین طور در باجخانه فرودگاه سورگوت یک مسافر دیگری که به باکو پرواز میکرد $10,000 و 230,000 روبل یافته همه پولهای روسیه‌اش را گرفتند. به ضد هر دو پرونده مأموری کشیدند. ماده 16 قسم 4 برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغ از معیار بیشتر همچون جزا و جریمه به اندازه از 50% تا 2 برابر مبلغ یافت شده و یا مصادره این مبلغ یافت شده را پیش بینی میکند.